قبلا تو فیلم قبلی یک ضرب 10 تا رادو که 6 متر بود آوردیم بالا که باید 2-3 کیلو تقریبا بهش کمک میکردیم علاوه با یه دست. البته آج قرقرش هم زیاد کنیم قضیه کلا حل میشد، ولی چون کنترل کردن 10 عدد راد تو ارتفاع که یک ضرب بخوایم بیایم بالا رو زمین گذاشتن و دوباره نصب کردنش سخته، بهتره که حالا ما 4 تا 14 یعنی 4 تا راد اومد بالا 4 تا رو جدا کنیم دوباره بعدی‌ها رو بیاریم بالا که هم حمل و نقلش راحت شه، هم دوباره جاگذاری مجددش آسون باشه و همین که دستگاه خیلی راحت‌تر بتونه بیاره بالا و وزنش لحظه به لحظه کاهش پیدا کنه. الان دستگاه رو پایه قرار دادیم، خیلی راحت از رو پایه هم جدا میشه. میخوایم روشنش کنیم که بیاد بالا. روشنش کن. فقط رو پله میرسه باید اندازه 1 کیلویی بهش بدیم. البته آجش زیاد بشه. خب الان 5 تا راد تقریبا 4 راد نگه دار. خب سرین باز کن. 1 2 3 4 تا راد الان می‌خوایم جدا کنیم که خیلی راحت تر بیاد بالا. خیلی راحت بدونیم که انرژی مصرف بشه میاد بالا. چون ارتفاع راد تابل خیلی زیاد بود، یک ضرب آوردیم بالا سخت بود زمین گذاشتنش. حالا روشنش می‌کنیم. این خودش نمیاد بالا. فقط رو پله میرسه با 1 کیلویی بهش فشار. خب اونم آجش زیاد می‌کنیم حالش. 2 تا راد پنج دیگه یک ضرب بیاریم، باقی دیگه یک ضرب نمیخواد. یعنی 4 تا آوردیم 6 تای بعدی یک جا با هم بیاره. ببینید داخل سوراخ خود حفار اومد بالا. خاموش کن. خب تا ستاره ها رفت. اینم فازولانته معرف حضوره.